سلام رفقا، چطوری؟ من سیاوش هستم. به چنل خودتون خیلی خوش اومدید. این اولین ویدیو چنل و قرار امروز براتون اسکواد باستر رو بازی کنیم، بازی جدید سوپرسل که اخیرا منتشر شده و به شدت بازی جذاب و فانیه. خب این دفعه ببینیم چه مودی رو میکنه. دابل توربول خورده و اینو بگم که ما 10 تا پلیریم که هر کدوم از ما هر کدوم پلیرها بعد اسکوات خودشو بچینه. یعنی چی؟ یعنی باید جمع کنی که برنده بشی. در اصل هر کی جمعش بیشتر باشه برنده است. بعد گل جمع کنی که بتونی چستا رو باز کنی و اسکواتتو قوی تر کنی. به این صورت بازی در کل. ولی خب خیلی ساده به نظر میاد ولی نه اصلا. اولا پیتوبینو که هست 100%. خب ما الان کارگر رو گرفتیم، من بهش میگم کارگر که درخت‌ها رو برام بزن و جم به دست بیاریم. خب به نظر ساده میاد اما باید بدونی اسکواتتو چجوری بچینی که قدرتمند باشه و تو چه نبردی شرکت کنی و تو چه نبردی شرکت نکنی و زرنگ هم باید بشی. حالا ما این بوله رو بزنیم. بوله کلش رویال اینجا چیکار میکنه؟ کلا سوپرسل فازش همینه دیگه. از هر بازی که داد از بازی‌های دیگرش گرفت آورد توی بازی دیگر. من نمیفهمم چرا نباید برای اسکواد باستر کارت‌های جدید درست کنن. یعنی چی؟ یعنی کاراکترهای جدید. الان دارت گوبلین تو اسکواد باستر هست ولی خب برای ما که کلاش زیاد بازی میکنیم جذابه. واقعا از جذابیتش کاسته نمیشه بلکه بیشتر میشه. خب بربر میگیریم دوباره که اینجا بکشیم. درسته سومیم بچه ولی خب ما داریم اسکواتمون رو قوی میکنیم. این خودش یه نکته است. فعلا تو نبردا نمیریم، داریم گل جمع میکنیم که تو نبردا کم نیاریم، چون جم که باعث نمیشه که اسکواتمون قوی تر بشه. این گلده که باعث میشه اسکواتمون قوی تر بشه و آخر بازی کم نیاریم. حالا ببینید اینا چقدر ضعیفن. نگاه کنید. تمام بنا از خیلی یه دونه جمعش باید بگذنم. یعنیش بود زدمش بالاخره آخرش هم زدمش. با این بولر هم میزنم براتون. این فیریه، این چسته فیریه. ما مدیکو ور میداریم که هم خون میده به کل اسکوات هم کلا کار رو جمع میکنه برام. کامل درخت میگیریم کلشو. خب الان دوم یک دقیقه سیستم. این اسکوات قوی نیست. کلا کارت ریز داره. اوه حاجی جان حواستم این اسکوات همون باشه. خب میتونیم هیله هم بزنیم. مثلا گوشه سمت راست قلب هیله، یعنی اینو میزنم. حالا میرم تو نورد ببین دیگه دقیقش. خب اول شدیم، خدا رو شکر اول شدیم. 40 تا گل. دوباره مدیک درست گفتم شدش. بله سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز به اولین ویدیو چنل اسکواد باستر سیاسروش خوش اومدید. همچنان که میبینید که برادرم توضیح داد انگار سوپرسل قیمه رو ریخته تو ماست ها و از هر بازیش یه آره دیگه چه اسکواتی ما درست کردیم. بنازم بچه بازی هم تو پلی استور هست هم تو گوگل پلی، چه آیفون چه اندروید. iOS ایزن iOS. آره آجی بردیم دیگه. حالا اگه اون نفر دومی نیفته روی اسکوات یکی برنده این دیگه. فکر کنم وجود داشته نداشته باشید دیگه. آره دیگه بردیم. ما بچه یه نکته هم راجع به سیستم رنگ که بازی من بگم. بگو عزیزم. اگر ما اصطلاحاً اسکوات بشیم یا بمیریم رنگ میپره و بعد از گلد های توی بازی استفاده کنیم که رنگ خودمون رو حفظ کنیم. پس باید تو هر مچاب و تو هر پیک حملمون خیلی دقت کنیم. بچه یه نکته دیگه، الان بازی دست و دل بازا. آره شما نگاه کنید الان کلش رول هم همین بود.
کلاش رویال هم دقیقا همین بود، اما یکم دیگه جای پای صرف بشه توف هم کف دستمون نمیندازه. الان اگه بچه علاقه‌مند شدید با این ویدیو که برید به سمت اسکوات باستر، به نظر الان بهترین موقع است نصبش کنید. نگید حالا یکی دو سه ماه دیگه، الان داره جایزه خوب میده، میتونید لول اپ خوبی بکنید و رنگ‌های خوشگلی بزنید. آره دیگه. جونم براتون بگی که بله دوستان، دوباره این مشکل برام پیش اومد. بعضی موقعا که من با DNS میدم مشکل پیش میره تو بازی، اما چه اتفاقی میفته؟ منو نمیفرسته تو بازی. این واقعا خوب نیست. الان من یک کات ریز میدم، دوباره برمیگردیم، جای نرید. سلام دوباره رفقا. دیدی که این مشکل ما داریم باش دست و پنجه نرمید و به زور اینو حل کردیم. حالا بریم ادامه بتلا. امیدوارم رنگمون نپره. حیف الله وکیلی. حیفه دیگه. خب والله حیف. ریدم تو سوپرسه. تو کروک کامنت ها بگید ریدم تو سوپرسه. کارگر رو برمیداریم، اسمش چیه؟ کروک چیزی بچه تو کروک. کامنت ها بگید. آره بگید دیگه. ایداجی آجی جان حمایت کنید، پسر. ما رو لایک کنید، کامنت بذارید. دمتون گرم. آجی این اسم اکانت هم نیست سیاوش. اگه فرندیشو حتما خواستید حتما تو کامنت ها بگین که براتون لینکشو تو چنل یوتیوب آپلود کنم. خب ما اینه کارگر بزرگ رو خدا چیز میکنم. اما بچه اونایی که علاقه مند به فیلمم هستن، من یه چنل فیلمم داریم، سینماگرا، که لینکشو یعنی چنل رو دنبال میکنم، میذارم براتون لینکش هم میذارم که اگه خواستید هم دنبال داشته باشید. خب سیام مدیکو میگیره میفتی دنبال چون اینا. یه دونه چیکن که سرعت هم بره بالا برای اینکه بتونیم سریعتر لود کنیم. آخر سیاه دارم تو لوت میکنم. انقدر قوی شده کارگران که با یه ضربه درخت رو میندازه. بهش میگم بس فیوژن همون اولوشن رویال خودمون یه جوری میشه. آره دیگه باستس کردم. خب یه دونه بربریان کینگ رو برمیداریم. برای اینجا لازم بچه لولش هم یکی هنوز نه 5 تاست لول. خب 5 ستاره بالاترین لول فعلا چیزی که باسته معرفی کرد و امکانشو گذاشته. بچه راستی بگید شما با چی بازی میکنید که این اتفاق براتون نمیفته؟ همین اتفاقی که دیدی حتما توی کامنت ها همین بذارید متشکرم. چرا چهارمی؟ اسکوات ضعیفی داریم، حجمش بچه نگاه نکنید، اصلا کلون بربرانه نداریم. سیاه خودم ما چهارم هم نگرداری خودتو بردی به نظرم. این اسکوات ضعیفه، این اسکوات ضعیفه. این دیگه آخ هیچی بچه نمون. منازم زورمون نمیرسه. این اسکوات اگه بیفتن به جونم عالی میشه. یا اول فقط نمیریم، یا خدا شیرین دامارکی هم الان براش هجی بریم با درخت. اسکوات بعضی چی بود نه به اون مچاق قبلی نه برنه چه بعضی این منی که دیگه نفر اول چه 180 اینا ما هم فایت کنم، من برم جمع کنم آخره ثانیه ها بفدام جونه برم جمع کنم. آخ منو نخورید فقط.
تغییر خاصی نکرد اما پنجم هم خوبه. همون که باستر نشدیم خیلیه. آره دیگه آدم پنجم من چی بگم کلا 5 نفر بودیم انگار بقیه واسط شده بودن مرده بودن. خب رنگ بچه همونش الان نشون میدی به بچه ها که چجوریه. آره ما اول یه لیول آپ بکنیم بچه ها. اینا میتونیم ببریم لیول 3 عالیه درسته نه هنوز مونده به قفل لیول 3 رو باسان یعنی سوپرشو که امکان جدید هیل میده و بعد اینا رو پر کنیم دیگه. سه با مچه قبلی گوگلی میگرفت نگرفت. آره اشتباهی اینا بریم انتقام بدیم. اینا هم بگیریم تو شاب چیز فیری انگار نوشته میده. بله حواستون باشه جایزهاتون رو بگین لطفا. اوکی خب بچه من باز میکنم. اوکی سیستم رنگ کن نشون بده بازی بگیم. این بچه این پروفایل منه. توتال هم 43 تاپ 5 استریک 7 و همجور که دارید میبینید لیول هم 15. 4 تا ایموت هم داریم دیگه هم اول دفاع یه دونه عصبانیت گیجی و گریه. خیلی کارت داره من باز نکردم. هوک رایدر داره بچه ها یعنی جونم براتون بگیم. هیلر داره کلی کارت داره. پلی بدیم این دفعه چه مودی میاد کنم. رویال هانتر خودمون من از هر بازیاش یکی رو برداشته آورد. خب کارگر فراموش نجم یا اول از وسط زمین گسته. این گسته چیکارش کنم برو چه جونه هم بخواه برو میفته دنبال آدم یک کن نیست. همین کم کل جمع کنیم برسیم به زندگی. خب چیکن رو برگردیم سروش بچه ها پرتازیم فعلا به لوتی. پس سریع باشیم اون مچه ها به قبلی انقدر خونده عمل کردیم دوباره چیکنه. آره کارگر به درد من نمیخوره. چیکن هم باحال ها هیچ بها نمیدیم جالبه. نوک میزنه جالبه انیمیشن جالبی روش کار کردن. فانه بلن گلده این درخته رو بگیریم دستشون بگیریم بیفتیم دنبال اینا که کار اشتباهی. همش هم داره چیکن میده بچه این اصلا خوب نیست. اوضاع بده خودش کورت داد؟ نه کامان دار حالا کلت دار الان کلت دار ما اینا چیز کنیم. این خودش تکه یعنی اسکاتش از بین رفته اسکاتش جماشو بگیریم. اینا هم 20 تا جم دارن ولی اسکاتشون خیلی ضعیفه. چه سفیریه شکم باس میشه بچه سرعتتون زیاد جمع مرغ. یه دونه آرچین کوین بگیریم تو کلشه هایی که لیولش پایینه اینجا بالا به دردم برا ما لیولش پایینه مردم 15 دارن صفان.
آور پس باز فایتیم گوستا دهن همون صاف کرده آجی ما دریم اینجا چه خبره جیم نظری میدن اوضاع خوبی قرار میکنیم سوش نظر دوره اسکول باستر چیه؟ سرگرم کننده است، جذابه، فانه دیگه. مثلا حوصله کلاش رویال نداری دنبال گیم جدیدی، خوبه. ساده هم هست اما نه اونقدر که بخوایم بگیم مثلا کسل کننده میشه. نه جذابه و گفتم تا الان که تازه بازی اومده ما میتونیم اقلا این پیشرفتی بکنیم وگرنه دوباره خسیس بازی سوپر سیل شروع میشه. نه کجا دید نمیدونم والا به نظرم تا اینجا کافیه و بچه ها کلا با یو آی یا همون راه کاربری بازی آشنا شدن با جونم براتون میگه با خود محوریت گیم پلی آشنا شدن با روی کردی که بازی نسبت به کارت های کلش رویال داشته آشنا شدن و کلا میدونن چه به چه. مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. سخنی حرفی از شما رو حمایت کنید، لایک کامنت بذارید، ما هی براتون پارتای چه کلش رویال چه حالا بازی دیگه موبایل براتون میذاریم و معرفی میکنیم که از این دنیای بزرگ گیم موبایل رو کاوش کنید و لذت ولی بچه ها هدف اصلی این کانال هم باستره، هم اسکواد باستر، هم کلش رویال، هم گیم های دیگه موبایل. و ما فعلا در این چندین قصد این که گیم های دیگه، گیم های کنسولی و گیم های پی سی نداریم. قصدمون گیم های موبایله، گیم های موبایل خوب که الان ترندن که فعلا به شدت هم زیاده. آره به شدت که زیاده. فعلا رویال و باستر دارد خیلی ترندن. یه خبری هم بود که رینبو 6 قرار منتشر بشه و کم کم هم منتشر میشه. به محض اینکه منتشر شد ویدیوشو براتون میسازیم. مرسی، دوستتون دارم. یه عالمه، خدا نگهدار.